انواع یوتیوبر کالاف دسته اول تک به تکیا. آقا امروز اومدم با کلن قسطنطنیه دراما کنم. قراره برم از کلن قسطنطنیه رو توی تک به تک بزنم، اشکشون رو دردم. بزن بریم. آقا کلن قسطنطنیه بود، من رفتم اشکشون رو در آوردم تک به تک. الان باباشون رو آوردن دم در خونمون. کمک. امروز من 100,000 تا CP زدم و قراره که با این 100,000 تا CP همه آیتمای بازی رو بگیرم. اگه نتونم این کارو بکنم بعد 100,000 تا دیگه بزنم. اگه بازم نتونم بعد 200,000 تا بزنم. اگه همینجوری ادامه داد تا همه آیتمای بازی رو بگیرم. اصلا من کسی خاصی نیستم. آقا سلام، این ویدیو اومدم بریم با هم کالاف بازی کنیم، اما اگه من توی مولتی 3 تا نوک نگیرم باید به همین گوشی رو بکنم تو. چگونه SCP رایگان بگیریم؟ واقعی 100% تضمینی. شما اول باید برین همساتون یه پیاز بگیرید. برای اینکه پیاز گرفتید بس 3 تا خودتون بچرخید. بعدش برین نماز بخونید، اونم با ایمان و تقوا عمل صالح. و حالا اگه CPتون نیامد حتما پیاز همسایتون فاصله. پس برین دستی همسایه دیگه‌تون CP بگیرید، پیاز بگیرید و دوباره همین مرحله از اول انجام بدید. اگه باز نشد برید دستی همسایه دیگه پیاز بگیرید. بدون که اینا همشون اصلا واقعیه. من خودم همه به گردونه و اینامو فقط با این روش گرفتم و هیچ پولی خرج نکردم سر بازی. ویدیو قطعه. اوکی، خب من برم نور ماستم بخورم. امروز قرار در حینی که دارن شنا میرم و با پاهام دمبل میزنم باید 8 تا وین پشت سرم توی بتل بگیرم. اگه این اتفاق نیفته باید سس تند و با چیپس تند و کل فلفل و اینا ترکیب کنم بخورم. کلا قرار شب تو بیمارستان بخوابم. چش خیلی آسونیه، معجزات کم گذاشتم. دسته های بعدی شما تو کامنت ها بگید و ببینید که کیا دیگه میتونستن تو این لیست باشن و چه نوع دسته های دیگه دارین که من بهش اشاره نکردم. و تا ویدیو بعدی خداحافظ.